سلام، امروز میخوایم با هم نون بربری درست بکنیم. تو مرحله اول یه قاشق چایخوری شکر با پودر خمیر ترش و آب ولرم رو با هم مخلوط میکنیم. اینو میذاریم بمونه تا تقریبا 5 دقیقه. نمک و بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنیم. یکم مواد خشک رو با هم مخلوط میکنیم. بعد پودر خمیر ترش و آب رو به وسط آرد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. یکم که مواد با هم مخلوط شدن روی یه سطح تمیز یکم آرد میپاچیم. مواد رو منتقل میکنیم روی سطح، حدود 15 دقیقه ورزش میدیم. بعد از اینکه حدود 15 دقیقه ورزش دادیم منتقلش میکنیم به یک ظرف، روش رو میپوشیم تا حدود 1 ساعت استراحت بکنه. برای درست کردن مایه‌ای که روی نون میخوایم بزنیم یه قاشق چایخوری جوش شیرین داشتیم با آرد توی ظرف میریزیم. 2/3 پیمانه آب با هم مخلوط میکنیم. اینو میذاریم روی گاز. زمانی که خواست به جوش بیاد زیرش رو خاموش میکنیم. الان 1 ساعت شده. خمیر رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. بعد هر قسمت رو میتونید توی سینی کار بکنید. من روی کاغذ شیرینی پهنش میکنم. بعد روش رو از مایه‌ای که داشتیم میزنیم. یکم شکلش میدیم. دوباره اینو میذاریم تا برای مدت نیم ساعت استراحت. بعد از نیم ساعت فر رو با حرارت 350 درجه فارنهایت گرم میکنیم. دوباره روی نونا رو یکم از مایه‌ای که درست کردیم میزنیم. یکم دیگه نون رو میکشیم. بعد برای تزیین از کنجد استفاده میکنیم. میذاریم توی فر برای مدت 20 تا 30 دقیقه. دوستان نون بربری خوشمزه آماده شد. امیدوارم که بپزین و خوشتون بیاد.